سلام خدمت دوستان عزیز، من شهرام هستم. امروز میخواستم یه ویدیو آموزشی در مورد خرید اشتراک از NordVPN واسهتون بذارم. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد و ازش لذت ببرین. خب اگه آماده این بریم سراغ آموزش. خب دوستان بریم سراغ آموزش. ابتدا مرورگر خودمون رو باز میکنیم. از این بالا سایت NordVPN رو سرچ میکنیم، سر میکنیم تا سایت برامون باز بشه. فقط دوستان اول باید با یک فیلتر شکنر رایگان این سایت رو باز کنیم، چون این سایت فیلتر هستش. برای دانلودش هم از این پایین میتونین اقدام کنین. برای هر سیستم عاملی هم که بخواین میتونین دانلودش کنین. خب برمیگردیم همون بالا، دکمه Get NordVPN رو کلیک میکنیم. صفحه بعد برامون باز میشه. برنامه 2 ساله داره که با 69% تخفیف یه چیز حدود ماهانه $5.5 میشه. برنامه 1 ساله داره که با 64% تخفیف یه چیز حدود ماهانه $6.5 میشه که تخفیف‌های خیلی خوبی گذاشته. برنامه 1 ماه هم داره که متاسفانه هیچ تخفیفی نداره و حدود $15 میشه که اگه ما همین برنامه 1 ماهش رو انتخاب کنیم، صبر میکنیم تا صفحه بعد برامون باز بشه. بله خب این قسمت رو برده که اگه شما واجد و شرایط باشین تا 3 ماه رایگان هم بهتون هدیه میده. توی این قسمت هم ایمیلمون رو وارد میکنیم، میایم پایین تر. توی این قسمت دوستان حواستون باشه که کشور مالیاتی رو روی عراق بذارین که مالیات بهش نخوره. خب دوستان همونجور که میدونین کشور عزیزمون ایران تحریم هستش و ما ایرانی ها فقط از طریق رمز ارز میتونیم اشتراک NordVPN رو خریداری کنیم. پس دکمه رمز ارز رو میزنیم. اینجا گفته از طریق رمز ارز میخوایم استفاده کنیم، میگیم بله. صبر میکنیم تا صفحه بعد برامون باز بشه. خب همونطور که میبینید صفحه بعد هم داره برامون باز میشه. بله اینجا ازمون خواسته که از چه رمز ارزی میخواین استفاده کنین که پیشنهاد من به شما ترون هسته. شما حالا از هر رمز ارزی که بخواین میتونین استفاده کنین. اینجا باز گفته شما از ترون میخواین استفاده کنین، میگیم بله. اینجا گفته که حتما از یک ایمیل معتبر استفاده میکنیم، میگیم باشه. خب میایم تو صفحه پرداخت. تو صفحه پرداخت توی این قسمت مقدار ترونی که باید پرداخت کنین رو نوشته، یه چیزی حدود 92.5 ترون. توی این قسمت هم صفحه پرداختشه، آدرس پرداختشه که باید آدرس رو کپی کنیم. خب دوستان اینجا از صفحه مرورگرمون خارج میشیم و وارد کیف پول خودمون میشیم که کیف پول من تراست ولت. حالا شما از هر کیف پولی که دارین میتونین استفاده کنین. خب وارد کیف پولمون میشیم. دوستان باید از قبل از طریق یه صرافی مقدار ترونی که نیاز داریم رو خریداری کنیم و به کیف پولمون انتقال بدیم. دقت کنید که یه مقداری بیشتر هم ترون خریداری کنین، چون به عنوان کارمزد ازش کم میشه. خب روی ترون کلیک میکنیم، دکمه سند رو میزنیم. توی این قسمت آدرسی که اونجا کپی کردیم پیست میکنیم. توی این قسمت هم که میبینین مقدار ترونی که نیازه مینویسیم. الان مقدار ترونی که من دارم خب کمه، نمیشه واسه پرداخت. فقط بدونین که این قسمت هم مقدار ترون رو مینویسین و این دکمه نکست آبی رنگ میشه و دکمه نکست رو که بزنین دیگه پرداخت انجام میشه و یه چیزی حدود 5 الی 10 دقیقه 15 دقیقه طول میکشه تا پرداختون انجام بشه. اگه پرداختون موفقیت آمیز باشه خود NordVPN واسهتون ایمیل میفرسته که پرداخت شما انجام شده و از طریق اون ایمیلی که اونجا نوشتین میتونین وارد برنامه NordVPN بشین و از NordVPN استفاده کنین. خب دوستان امیدوارم که این آموزش به کارتون بیاد
و بتونین خیلی راحت اشتراک NordVPN رو خریداری کنین. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا درودی دیگر، بدرود.